فاطمه حاجی سیاری مدال طلا در رشته پرش طول ایستاده و کسب مقام پنجم در 200 متر و دریافت نشان المپیک ویژه. فرزانه جمشید نژاد مدال طلا در رشته پرش طول ایستاده. امیررضا وزیری مدال برنز در رشته 200 متر مردان. مدال طلا بگیرم. شاهو محمدی مدال طلای شنای 400 متر آزاد مردان و همچنین کسب مقام چهارم و دریافت نشان المپیک ویژه در رشته شنای 100 متر پروانه. مهدی خزائی کسب 2 مدال برنز در رشته اسکیت سرعت 100 و 300 متر. شاهین کمیجانی کسب مقام سوم و دریافت مدال برنز در رشته بدمینتون. صدرا روحی فردپور کسب نشان المپیک ویژه در دوچرخه سواری. اطهر اخوین کسب مقام دوم و مدال نقره در تنیس روی میز انفرادی بانوان. حامد تورانی کسب مقام چهارم و دریافت نشان المپیک ویژه در رشته 100 متر اسکیت. آرزو شهریاری کسب مقام چهارم و دریافت نشان المپیک ویژه در رشته بوچی. امیر حسین رحمانی کسب مقام سوم و دریافت مدال برنز در 100 متر سرعت 2 میدانی. آرتین سررشته‌داری کسب مقام چهارم و دریافت نشان المپیک ویژه در رشته تنیس روی میز. نرگس دانشور کسب مقام چهارم و دریافت نشان المپیک ویژه در رشته بولینگ. مجده فریدبخش کسب نشان المپیک ویژه در رشته دوچرخه سواری. همت عالی ز فلک بگذرد، مرد به همت ز ملک بگذرد. همتتون همواره عالی باشه در مسیر ارزشمندی که در پیش گرفتید. انشالله که همواره تنتون سالم باشه در کنار ورزش، این کار تیمی که مردانگی، اخلاق، مروت و حال خوب. هر وجب از خاکمون میمیری، یا علی بگو حماسه‌ای به پا کن دوباره، یا علی بگو خدا هوامونو داره. قهرمان ایرانی رقیباشو به زانو در میاره، یا علی بگو حماسه‌ای به پا کن دوباره، یا علی بگو خدا
پاشو